سلام. داشت نگاه کن اینا مشخص بشه ایست 03 میده، بعد روی درایو روی بول اصلی هم خطا درایو داره میده، بعد برای 69 هم قطعه. امکانش هست چون که مدار ایمیلی هم قطع میشه وقتی ارور رو داره میده، این در کابین هم باز میمونه، اما داخل خود در ولتاژ هست، یعنی در راحت باز و بس میشه. امکانش هست از این دو شاخ در هم باشه. این فتحات ترمز و سیم بوکسل اینا همون تنظیم کردیم ما. هزار میرسن تمام. احتمال خطاش هم هست، که خطا رو میده یا نه. من چه 380 میزدم. خب لیفت تایم تو درایو هم هیچ نمیزنه، چون به خاطر این فکر کنم 69 ما باز کردین درایو بهشون بده. 1000 تومان میگیره. بعضی موقع این بابا میزنه. میبینی دبل بون کرد. بعضی موقع بابا زده، ما از پایین زدیم دکمه رو کار کردیم، مشکل نداره. خب از این که نیست. خطا 69 داریم واسه خط درایو دیگه. و این هم از اتمام خرابی امروزمون که یکی برده در مشکل داشت و دو شاخ کنتاک هم قطع شده بود و اینکه تابلو هم داشت قسمت درایوش آمپر میکشید. تیون مجدد انجام دادیم و کفشکار تنظیم کردیم و سیم بوکسلا هم تنظیم کردیم.